نخواهد داشت. به تازگی پیج تقدیر یک آمده از مناظره نکردن بنده با حضرات شیعه، همون فیلم قدیمی که خیلی وقتا پیش آمده بود، اینو گذاشتن. این دیگه نهایت ضعف و عاجزی پیج تقدیر یکه. شما که خود را پیروان راستین علمای بخارا و خیمه میدانین، شما که در این منطقه خود را اکثریت میدانین، یعنی از میان شما یک مرد پیدا نشد که بیاد در مقابل ما بنشینه و برای اون چیزی که حق میدانه بحث بکنه. واقعا این چه نوع مردانگی هست، چه نوع شهامتی هست، چه نوع دلیری هست؟ شما که خود را پیروان راستین علمای بخارا و خیمه میدانین، آیا واقعا در چنین بزدلی به سر میبرین؟ این نهایت عجز و سرخوردگی مدیران سنگین مغز پیج تقدیر یک هست. بله، بنده با حضرات شیعه مناظره نکردم. بنده در امور دینی خودم سرخود عمل نمی کنم. همون موقع که این پیشنهاد را به ما دادن که قبل از زنگ زدن مجری شبکه ولایت چندین نفر به بنده زنگ زدن و خیلی سعی کوشش کردن که بله بنده پناه بر خدا شیعه را تکفیر بکنم، و چون این عقیده بنده نیست، عقیده اساتید بنده نیست، بنده هرگز به چنین کاری مبادرت نکردم و نمی کنم. و بنده بنابر همین مشوره‌ای که دوستان عزیزان داشتن برای این مناظره نرفتم، وگرنه همون موقع که مشوره رو داده بودن بدن خونم به جوش آمد، میخواستم برم، ولی چون که حرکت دینی ما در مذهب حنفی در زیر دست اساتید بنده هست و بنده سرخود عمل نمی کنم، اساتید بنابر دورنگری که داشتن و نظر خاصی که به نسبت رفتن به بنده داشتن، به نسبت این موضوع به بنده اجازه ندادن و نخواهند داد. و الحق که این نظر ایشان کاملا صائب بود و کاملا برحق بود که بسیار مناسب بود که بنده برای مناظره با حضرات شیعه نروم، چرا که قبلا هم بنده چنین ادعایی نه در فضای مجازی و نه در فضای حقیقی هرگز نداشتم و نیاز به این کار نمیدانم و نمیبینم. لذا حرف آخرم اینه که شما عزیزان پیج تقدیر یک، واقعا اگر واقعا خودتون واقعا شما از اهل سنت هستین و خودتان را بر منهج بخارا و خیوه و علمای قدیم میدانین، تشریف بیارین برای ما در مرحله اول خودتون را معرفی بکنین، چرا که آنچه که شما در این پیج به نام اهل سنت دارین نشر میکنین چیزی هست که برخلاف منهج اهل سنت هست.